تیمور رحیموف باز در صحنه رقابت‌های جهانی می‌پردازیم. تیمور رحیموف با لباس‌های سفید یا همون جودوگی سفید است. ورزشگر ناماشنای تاجیک 23 سال دارد. در برابر حریفش از سلوونیا مارینیچ انی ورزشگر 22 ساله. لحظه اول مبارزه چندان خوب نبود. ین سیتسیق داور درجه المپی از مغولستان به هر دو ورزشگر با سبب مبارزه نادرست و یک مقاومتی که ورزشگران نمیگذارند تا حریف اجرای اصول کند یا در همان مرحله قپیدن به او مانع میشوند. به همین ترتیب شیدو یا آگاهی اول به هر دو ورزشگر داده شد. تیمور رحیموف شتابان برای قپیدن یا گرفتن جهد و تلاش میکند. باز همان لحظه های اول که باعث گرفتن شیدو شده بود تکرار می شود، ولی موقع گرفتن خوب را نمی آورد. تیمور رحیموف با داشتن اصول های پایزنی در برابر سنگین وزن ها بارها پیروز شده است و به نظر می رسد که این حریف همسینش در برابر او با همون حضور با سرعتانه و با استعداد خود را وانمود میکند. سمت چپ طرف دوست داشته تیمور یک پایزنی و تیمور دفاعی خوب کرد. اجرای اصول اینجا فقط نمیرسد. مبارزه را ببینید و چه شکل. اکنون موقع قپیدن فنونی سراپا که در مورد نظر دارد تیمور رحیموف اگر وارد شود توانست به همین ترتیب و زری ایپان. قبل از انجام وقتی اساسی تیمور رحیموف با یک اصول که بسیار در مد نظر داشت و احساس میکردیم که همین روش را استفاده میکند، هلوک معمولی داخلی با اصطلاح تاجیکی و در شیوه بین المللی با همان اوچ مات تیمور رحیموف توانست که از صدی انی مارینیچ گذرد و به مرحله سیوم رقابت ها برسد. ما نیز یک نفسی تازه گرفتیم بعد از اونی که دور دوم را تیمور رحیموف با موفقیت پشت سر کرد و دور